الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز صحبت انشاءالله همون سلسله برنامه درباره شرح نام‌های زیبای الله، اسماء الله آغاز کرده بودیم. آن را ادامه می‌دهیم. در شبکه نجم تیوی ما تقریبا 10 نام‌های زیبای الله را شرح داده هستیم. میتوانید آن را تماشا کنید و امروز یکی از نام‌های زیبای الله که متکبر است انشاءالله درباره آن صحبت میکنیم و آن را شرح میدهیم. پیش از آن که به موضوع وارد شویم، بیایید اول ببینیم که متکبر، همین نام یا همین صفت آیا می شود که برای یک نفر یک صفتی بد باشد و برای یک نفر صفتی چی باشد؟ نیک باشد. بله، ببینید یک مثال میبریم. البته ولله المثل الاعلى، الله بزرگتر و داناتر است، ولی همچون مثال میبریم از دنیوی. مثال دنیوی میبریم که یک نفر مثلا خلط سفید را میپوشد، دعوای دکتری میکند، ولی در حقیقت او دکتر یا طبیب نیست. و یک نفر دیگر خلط سفید را میگیرد، میپوشد و دعوای دکتری میکند و او در حقیقت چی است؟ دکتری ماهر است، یک طبیب ماهر است و بسیار کار خود را خوب میداند. اولین نفری که دعوای دکتری کرد برای او این چی است؟ مذمت است، یک صفت بردروغ است برای او. و دومین نفری که در حقیقت واقعا او چی است؟ طبیب است، طبیب ماهر است و حاذق است. برای او این وصف چی است؟ وصف نیک است، وصف خوب است. بنابراین هر یک وصف وابسته به چی است؟ به همون موصوف است، یعنی کی آن را دعوا میکند. خوب متکبر، اگر ما این وصف را ببینیم، برای به این وصف صاحب شدن مختصرا 4 شرط را ذکر میکنیم که آیا انسان این شرط ها را دارد که برای خود این وصف را نعوذ بالله لایق میبیند. الله تعالی پناه دارد ما و شما را از یک ذره کبر یا متکبر بودن. خب بیایید 4 شرط را میگوییم که آیا این شرط ها در ما و شما وجود دارد. اولین شرط تا اینکه این کبریا و متکبری را به خود وصف کردن، اولینش این که باید همه چیز رو بدانی، یعنی یک علم داشته باشی که علم تو احاطه به تمام چیزها، زمین و آسمان و تمام موجودات هست، به همون چی باشی؟ داننده باشی. انسان، این انسان نادان آیا چقدر به قله های بلند برسد این وصف را یا این شرط را اجرا کرده میتواند؟ البته و هرگز نه. اما علم الله چی؟ ببینید الله سبحانه و تعالی، علم الله، اگر انسان، یک مثال میبریم، اینقدر بحرها هست، اقیانوس ها هست در چی؟ در این دنیای ما و شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که یک نفر در کشتی سوار می شود و سوزن را میگیرد و سوزن را به همون آب بحر یا اقیانوس تر می کند. از این بحرها و اقیانوس ها چقدر همون آبی که در سوزن بود، سوزن گرفت، چقدر کم می شود. ان همین قدر است علم الله سبحانه و تعالی. این علمی که در دنیا هست به مانند همون ترشوی سوزن است و علم الله سبحانه و تعالی هرگز کم نمی شود و تمام نخواهد شد. خوب، دومین شرط ان تقدر علی کل شیء، این که به همه چیز قادر باشی. این انسان ضعیف، انسانی که اگر یک جاش دردمند شود نمیتواند خودش را با پول و مال و چیزی دنیا خودش را شفا بخشد، به همه چیز قادر است. اما الله سبحانه و تعالی به تمام کارها چی است؟ توانا و قادر است. خوب، شرط سیوم چی است؟ الا یحتاج الی الرزق، یا اینکه الا یحتاج للرزق. شرط سیوم این که به رزق ما محتاج نباشیم. آیا هست نفری که در دنیا به رزق محتاج نباشد؟ یا یگان مخلوقی هست که به رزق محتاج و نیازمند نباشد؟ اما الله سبحانه و تعالی نیاز رزق
و محتاج رزق یا محتاج کسی نیست. الله سبحانه و تعالی الله الصمد، الله صمد است، یعنی بی نیاز است. الله سبحانه و تعالی محتاج ما و شما یا یگان نفری نیست الله سبحانه و تعالی. اما ما باشیم چی؟ ما محتاج همیشه یاری و کمک الله سبحانه و تعالی هستیم. و چهارمین شرطش چه است؟ الا تموت، اینکه نمیری. آیا هست نفری که در این دنیا از کاسه از شربت مرگ نچشد؟ کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس چشنده مرگ است. هر یک نفسی که در این دنیا هست حتما باید چه کند؟ خواه پیامبر باشد و خواه اولیا باشد و کسی که نباشد شاه و گدا چشنده چه است؟ مرگ است. اما الله سبحانه و تعالی حی لا یموت، همیشه زنده هرگز نمی میرد الله سبحانه و تعالی. بنابراین این چهار شرطی که ما ذکر کردیم اگر این چهار شرط را دارا باشد، وصف چی؟ کبریا و عظمت و بزرگی را انسان صاحب و کسب کرده میتواند. و الله سبحانه و تعالی این شرط ها را دارد. بنابراین الله سبحانه و تعالی چی است؟ متکبر است، یکی از نام هاش. و ما و شما بندگان اگر به این صفت یا این صفت در قلب ما و شما یک ذره میده ترین اگر پیدا شود، نعوذ بالله ما و شما هلاک میشویم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود که امام مسلم روایت کرده اند، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. به جنت داخل نمی شود کسی که یک مثقال ذره در قلبش کبر باشد. بندگی و کبر هرگز با هم جمع نمی شود. کبریا خاص الله است. کبریا و عظمت و بزرگی یکی از نامهای الله است. بنابراین الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خودش را چی؟ متکبر، با این نام زیبا و با این صفت بزرگی الله سبحانه و تعالی خودش را وصف کرد. همچنین الله سبحانه و تعالی یکی از نامهایش که هم معنای چی است؟ متکبر است، کبیر یا اکبر است، که هر روز ما و شما 5 مراتبه در اذان چی میگوییم؟ الله اکبر، الله اکبر. از آن که شعار ما و شما و مسلمان ها هست، ما از آن را، ما شعارمان را، ما دعوت به سوی نماز را با این نام بزرگ الله شروع میکنیم، الله اکبر. و صبح ما و شما با شنیدن این نام زیبا و وصف زیبای الله آغاز می‌یابد که چی است؟ اکبر است. واقعا الله سبحانه و تعالی اکبر و بزرگتر از همه مخلوقات، از همه اشیا و اکبر و بزرگتر از آن تصوراتی که ما و شما داریم، از آن هم الله سبحانه و تعالی چی است؟ بزرگتر است الله سبحانه و تعالی. و یکی از صحابه ها وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که داخل جنت نمی شود کسی که در قلبش یک ذره کبر داشته باشد، یکی از صحابه پرسید که یا رسول الله، یکی از ما دوست می دارد که لباسش زیبا باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نه، لباس زیبا پوشیدن کبر و غرور نیست، مادامی که نیت تو پاکیزه است. و الله سبحانه و تعالی گفتند چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. الله سبحانه و تعالی زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. تازگی و آزادگی و زیبایی را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. الله دوست می‌دارد که وقتی ما و شما مسلمان ها چی باشیم؟ هم ظاهراً و هم باطناً ما و شما زیبا باشیم و تازه و پاکیزه باشیم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث گفتند که الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر چی است؟ کبر حقیقت را قبول نکردن، نپذیرفتن حقیقت است. وقتی حقیقت برایت گفته می شود، از حقیقت روی میگردانی. انسان های متکبر حقیقت را قبول کرده نمی شود. و کبر یکی از اولین و نخستین گناه های است که در آسمان اجرا کرده شده است پیش از زمین. شیطان چیکار کرد؟ وقتی الله سبحانه و تعالی گفت ملائکه ها را و تمام
کائنات رو گفت با آدم سجده کنید، سجده البته تعظیم، ابلیس چی گفت؟ استکبر ابا و استکبر، سرکشی کرد و کبر و غرور کرد و گفت من سجده نمی کنم، من سجده تعظیم نمی کنم. گفت بنابراین اولین گناهی که اجرا شده بود این کبر بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن کبر چی است؟ حقیقت رو قبول نکردن است. وقتی حقیقت رو بیان کرده می شود سرکشی می کند و همچنین غمتون است، مردم را چیکار میکنند؟ پست میزنند. فلانی وای کی شده است، یا وای بسمدانی کی شده است، تو میدونی وای کی است وای خداش، یا تو خودت کی هستی؟ وقتی حقیقت را گفته میشود و بیان کرده میشود میگن تو به خودت نگاه کن، تو کی هستی؟ همیشه تحقیر آمیز، همیشه نعوذ بالله از زبانش چی است؟ تحقیر مردم، تحقیر انسان هایی که در راه دعوت هستند، تحقیر برادر مسلمان، برادر ایمانی. همیشه چیکار میکنند؟ مردم را، مردم خاصتا یا مردمی که کم بضاعت هستند، کم بغل هستند، یا یک مردمی که کمی نقصان دارند، یعنی تحقیر کردن مردم این چی است؟ کبر بوده است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند. و برادران عزیز، کبر یک صفت بسیار خطرناک و هلاک کننده است که انسان خیلی باید در حذر باشد. چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره غافر بیان کرده است كذلك یطبع الله على كل قلب متکبر جبار. الله میگوید که من همچنین به قلب هر یک انسان متکبر مهر میزنم. در قلب انسان متکبر، وقتی در قلب ما و شما کبر پیدا می شود، نعوذ بالله، الله چیکار میکند؟ مهر میزند. دیگر انسان نیک و بد را جدا کرده نمیتواند. نعوذ بالله، انسان دیگر قلبش کار خیر و عمل خیر را قبول کرده نمیتواند. سفید را سیاه میبیند، حق را باطل میبیند و باطل را نعوذ بالله حقیقت میبیند. الله پناه دهد. دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی از این صفت بد دل ما و شما را نگاه دارد که عاقبت در قلب ما و شما مهر زده نشود، که دیگر قلب های ما و شما کور شود و حقیقت را جدا کرده نتواند از باطل. الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله قلب ما و شما را، دل های ما و شما را از این صفت بد، از این صفتی که اصلا ما و شما لایق این صفت نیستیم و یگانه صاحب کبریا و بزرگی و عظمت الله سبحانه و تعالی است و یکی از نامهای زیبای الله این کبیر و متعال و متکبر و اکبر است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را نگاه دارد و الله سبحانه و تعالی همیشه لباس خاکساری و همیشه خاکسارانه در این دنیا زندگی و سر بردن را و ما و شما مشرف بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.